همین خیلی معنا شده که شما مصیبت رسوندم بلا رسوندم حمد میگه خداوند. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی که سرش بلا بیاد گفت که الحمدلله الحمدلله خدا شکر سرش بلا بیاد گفتم بنابراین خداوند همیشه حمد گفته میشه الحمدلله رب العالمین میگه حمد به پروردگار عالمیان. حمد این یعنی خیلی عباره‌ای که خان یکی کند نکند حمد گفته میشه الله غیر خدا یگان کس صاحبی حمد نیست. الحمدلله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بين السماوات والارض. سبحان الله که الحمدلله رسول الله پر میکند بین آسمان های و زمین های. بین زمین و آسمان غیر خداوند چقدر های مسافه شکل نمیدونم. این فقط همین کانیبادو میماری و همین جاهای مشترک بین آسمان و زمین نه، بلکه تمام عالم و بین زمین و بین آسمانش کلمه سبحان الله که الحمدلله پر میکند. پر میکند. این همین معنا که یعنی که انا همین قدر عجب و ثواب. سبحان الله معناش چیه؟ خدا پاک است دیگه. خدا پاک است از تمام صفات‌های بد، از تمام ناقصی‌ها، از نادانی، از بی افلاسی، مثلا از هر یک چیزی که صفتی پست است مخلوق‌ها همین صفات دارن. خداوند پاک است. مثلا یهودا خدا بخیل گفت، ما میگیم خدا پاک است، ما بخیل گفتیم. بعضی وقتا میگن خداوند فرزند شاید شد، مانند نصرانی‌ها. ما میگیم خداش دامش سبحان خدا پاک است. بل ما فی السماوات و الارض، بلکه تمام اون چیزی که در آسمان و زمین است از ملک خدا است. خدا پاک است از فرزندگیری گفت. هر چیزی که سبحان ربک رب العزة عما یصفون میگیم پاک است پروردگار از تمام اون صفات‌های بدی که مشرکان پروردگار صفت کردند. خدا این صفت کردن، همون صفات‌های بدی که خدای وصف کردن خدا پاک است میگیم. همین کلمه خدا پاک است اگر عادتا یکیزه شما یکیز سوال فلان چی خیلی دارم بودن آدمی گنده نگوید این تعریف نکردید شما تعریف نکردید چرا دارم فلان چی پس نگفتید این هم تعریف نکردید فلان چی خیلی دارم بود بخیل نگفتید این هم تعریف نکردید فلان چی خیلی دارم بود جاهل هم نگفتید نادان نگفتید این تعریف کردید نشون میدم فقط آیت صفتی بعد پاک کردید خلاص. مثلا خداوند وقتی که بعضی دشمنای مسلمان پرسیدن که خدا عالم میگن جاهل نگید خدا عالم میگه ها عالم نگفتم خدا نادان نگفت عالم گفتن خدای نمیخواد یعنی که تعریف کردن نخواست خدایو بلکه از افلاس از نادانی پاک خلاص. بنابراین کلمه سبحان الله خدا پاک است دیگه از تمام چیزهای پس از تمام صفاتهای بد خدا پاک است. لیکن ما ببینیم اگر سبحان الله عادتا خودش کم میگیم سبحان ربی العظیم میگیم مثلا سر کله پاک است پروردگاری بزرگ ما یا که سجده سبحان ربی الاعلی پاک است پروردگارم که صفتش بزرگ بالا است یا که سبحان الله و بحمده میگیم خداوند پاک است و خداوند به حمد میگیم پاک است خودش کم ذکر میکنیم. انا اکن پیامبر صلی الله علیه و سلم بینید که سبحان الله و الحمد لله تملأان ما بین السماوات والارض بین آسمان‌ها و زمین پر میکنند. سبحان الله خدای پاک کردن از صفات‌های بد الحمدلله تمام صفات‌های کمال خدای اثبات کردن. سبحان الله که خدای از صفات‌های بد صفات‌های پست پاک میگه الحمدلله که صفات‌های بزرگ و کمال خداوند چون کنه یعنی که نسبت به خداوند هم خیلی وصف می‌کنه. اما این دو کلمه بزرگ لیکن الحمدلله بهتر از سبحان الله. بنابراین این ترازوی زیر میکنند و این بین آسمان و زمین میگرد گفتگی رسول الله صلی الله علیه و سلم همین که اختلاف زبان‌های ما این ذکرات که مشهور شده نشدکا. اما امام بخاری آخرین حدیثی کتاب شما رو ذکر کرده میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیثش ما رسول الله فرمود کلمتان ثقیلتان فی المیزان دو کلمه که وزنین است در ترازو خفیفتان علی اللسان سبک است بر زبان گفتنش حبیبتان الی الرحمن همین دو کلمه محبوب است به پروردگار سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. انا همین دو کلمه گفتم سبحان الله و بحمده خداوند پاک است و خداوند به حمد و ستایش و سبحان الله العظیم خداوند پاک است و بزرگ است. فقط این کلمه ها که معنیش رو پروردگار عبادت میکنیم. محترم جماعت همین که دیننگی حدیث هم گفته گذشته بودیم کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال دهنده گفتن که گفت که آمنت بالله گفت خدا و ایمان آوردم گفت خداوند دینش که مستقیم شد گفتن عالمان گفتن که کسی که دین خدای نگیرد
کسی که از خدا نترسد، کسی که خدای عبادت نکند و دیگه چیز عبادت نکند. همین وقتی که کسی که خدای عبادت نکند دیگه چیز عبادت فرساد. شیطان هیچ نمیشه عبادت فرساد. خدا گفت که شیطان به عبادت نکن تا سوره یاسین خدا. شیطان عبادت نکن تا گفت. معنیش اینه که شیطان پیروی نکن تا گفت. یعنی که آنهایی که گناه میکنند و شیطان رو پیروی میکنند، خداوند فرمود که شیطان عبادت نکن تا گفت. هر کسی که خدای عبادت نمیکند، اگه دونه که من غیر میکنه دیگه چیز عبادت میکنه. یا شیطان عبادت میکنه یا خودش عبادت میکنه. اما خدا میگه که افرأیت من اتخذ الهه هوا، تو اون شخص دیدی که خداش نفسش گرفته. خدای من نفس خودش گفته که کارش میکنم. دیلاش عرق میکنم، زنا میکنم، دوزی میکنم، یا خودش گوش میکنم. اما خدا میگه که افرأیت تو دیسونی من اتخذ الهه هوا، آن آدمی که خودش گرفته، خدای خودش. همون کسی که خدای عبادت نمی‌کند، اگه که واقعا خدای که عبادت می‌کند، یا شیطان عبادت می‌کند، یا خودش عبادت می‌کند، یا اون دیگه کسی عبادت می‌کند، خودش عبادت بزرگتره. کسی که خدا نمی‌ترسد و از مخلوق می‌ترسد. یک عجایبش به که کسی که خدا ترسد خدا نزدیک میشه. همین که آدم خدا نزدیک سوالات. اما آدمی که مخلوق می‌ترسد، همون کار حرکت می‌کند که دور شده. یک از می‌ترسه باشه، دیدن نمی‌خواد، با خوردن نمی‌خواد اون حرکت که روی گویز می‌رد می‌کنه. عکسش دیدید موضوع بنابراین کسی که خدا نترسد، اینی دارد که آیت مخلوق فقط دیگه می‌ترسه میشه. ترس نمی‌کنه دایره. و کسی که خدای عبادت نکند و اینی دارد که دیگه چیزی عبادت بکنه. خدای عبادت کنه بهتر نیست؟ یعنی که به واسه یک مخلوقای ضعیف و گناهکار عبادت کنه. بنابراین بسیار حرکت کنیم که خدای عبادت کنیم، کلمه ها خداوند یعنی که پاک شماریدن و خدا و هم گفتن این عبادت بزرگ خداست.